بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما در قاعده 27 رسیدیم. قاعده 27 مستحق عبادت را در عقیده توحید اسلامی بشناسیم. در قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در آیات قرآن عظیم الشان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما میخوانیم که الله متعال بیان کرده که مستحق عبادت فقط الله است. در آیت شریف سوره انبیاء آیت 24 الله متعال میگه که و ما ارسلنا من قبلک و ما نفرستادیم من قبلک قبل از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من رسول هیچ پیغمبری را الا نوحی الیه مگر ای که بر از او وحی میفرستادیم که انه یقین داشته باشین که لا اله نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا انا. الله میگه بغیر از من فاعبدونی یعنی مرا عبادت، پس مرا عبادت نمایید. و در آیت دیگه الله متعال میگه واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ای پیامبر از تمامی پیامبرایی که قبل از تو نازل شده اند از اینا پرسان کو اجعلنا من دون الرحمن آلهه، آیا ما بغیر از الله رحمان الرحیم است بغیر از او آلهه معبودان دیگه را ما گردانیدیم؟ نه. اگر یهود میگه یا نصارا میگه یا کسایی که بت پرست شدن یا قبر پرست شدن، هیچ وقت ما کس دیگه را نگفتیم که یا اله هستن یا معبود هستن که جمعش آلهه شوند. نه، هیچ وقت میگه ایره ما نگفتیم. و توی پیغمبر وقتی که برو پرسان بکن از تمام پیغمبرها، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در شب معراج میره میتونه که پرسان بکن از دیگه پیغمبرها که آیا کس دیگه را گفتن؟ نه، دیگرها تهمت میکنن سر تمام پیغمبرها، تهمت میکنن سر عیسی علیه السلام، تهمت میکنن عیسی علیه السلام ابدا کسی نگفته که من اله هستم. پس اینجاست ذالک بان الله هو الحق. در آیت دیگه الله میگه ذالک بان الله هو الحق. به خاطر چی؟ به خاطر از سوره حج آیت 62 میگه که ذالک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. الله معبود حق است و کسانی را که بغیر از الله عبادت میکنن اونا باطل هستند. و ان الله هو العلی الکبیر، یقینا که الله ذات است که او علی است، دارای شان بلند مرتبه هست و الکبیر و بزرگوار است. پس مستحق عبادت ما و شما از این خاطر هر پیغمبری که می آمد کلمه شمی بود که لا اله الا الله. از تمام پیغمبر لا اله الا الله آدم صفی الله، لا اله الا الله عیسی روح الله، لا اله الا الله موسی کلیم الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. پس هیچ پیغمبری وجود نداشته. از این خاطر بعضی اوقات این مشرکین و یا مثلا کسایی که بیدین بودن یا باز امو عقیده شرکی خودن عبادت غیر الله را به کی نسبت میتن؟ به پیغمبران. الله برشان میگه که از کلشان برین پرسان کنین و هیچ گپ از اینا غلط است.